24 январ سال 2023 در بنای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست پرزیدنت امومالی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان به کار خود آغاز نمود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت در کار این مجلس که آن را مجلس سالانه حکومت نیز مینامند، رهبریت و اعضای حکومت، دستگاه پرزیدنت، واحدهای ساختاری آن، رهبران مقامات مرکزی دولتی، اداره‌های مربوط به پرزیدنت و حکومت، رهبران کارخانه و مؤسسه‌های جمهوریوی، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، رهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، بانک‌های دولتی و سهامی، روزنامه و مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک دارند. بنا به اطلاع رسمی در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نشان دهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2022 و وظیفه‌های اساسی برای سال 2023 معین کرده می‌شوند. مجلس سالانه حکومت طبق عنعنه با حسابات سروزیر قاهی رسولزاده درباره نتیجه‌های رشد اقتصادی کشور در سال 2022 آغاز یافت، اما مجلس‌های سالانه حکومت بیشتر با تغییرات کادری که در جریان این مجلس و بعد آن صورت می‌گیرند در یادها می‌مانند. در سال‌های گذشته موردهایی هم بود که پرزیدنت امومالی رحمان رهبران و وزیران را در جلسه سالانه در بین همه احجاج خیزانده سرزنش میکرد و حتی از تالار جلسه به شما جواب گفته پیش میکرد. انتظار میرود که امسال نیز در روز جلسه سالانه حکومت و بعد آن در ترکیب حکومت تغییرات کادری صورت بگیرد. از جمله انتظار میرود فرمان برکناری رئیس نویه رشت رحیم جان مقیمی صادر شود. مقیمی و رئیس دستگاهش خال محمد ارتقوف یک روز قبل از جانب کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا در حجره کاریشان با اتهام گرفتن $10,000 پاره دستگیر شدند.